سلام دوستان، من محمد رضا قادری هستم. امروز میخوام براتون درباره یه چیزی صحبت کنم که تو بازار کلا سرتون نذارم. خیلی برمیگردن تو بازار سرامیک های دیگر رو به اسم سرامیک ترک بهتون میفروشن. سرامیک ترک چرا سرامیکیه؟ سرامیکیه که همونجوری که تو پستای قبل گفتم مغز و بیرونش یه رنگه. یعنی چی؟ همونجوری که میبینید من اینجا نمونهشو براتون شیکوندم. مغز داخل سرامیک آبیه، روش هم آبیه. مثل این کارا که حالا رنگ بندی و تنوع زیادی داره. سرامیک های مشابهش چجوریه؟ این کار رو شما ببینید. این سرامیکی که تو بازار به اسم ترک دارن میفروشن، مغز کار سفیده، روش رنگ شده. این کار بعد یه بار اسید شوری، یه دونه سرما گرما رد کردن، این سرام رنگ رو که یکم کم رنگ شه، شما به اون مغزی سفیدی میرسید. و اینکه من حالا نمونه کار شده شو که به این مشکل خوردیم تو کار رو براتون این پایین میذارم عکسش رو که بعد یه بار اسید شوری ببینید که به چه صورت شده متاسفانه سرامیک. یه مورد دیگه هم که هست، الان نگاه کنین این کارو. این همون کاریه که به اسم ترک تو بازار میفروشن. ببینید مغز سفید، این بلاییه که بعد یه مدت خیلی کمی سر سرامیک شما میاد و روش این دونه ها رو که میبینید تو کار ما اصلا بهشون میگن پین هول و روش پر این پین هولای کار و کار خیلی حالا بی‌کیفیتی اصطلاحاً به شما تحویل میدن و به اسم ترک هم بهتون میدن. امیدوارم که مفید باشه براتون و یه چیز در نظر داشته باشین، همیشه صداقت در اولویت. در خدمتتون هستم.